آره حتما. بلیط قطار ما ساعت 8:45 بود و باید هرچی سریعتر خودمون رو به راه آهن میرسوندیم. قبل از حرکت قطار کل قطار رو گشتیم. با دوستان روبرو شدم و همچنین با کوپه کناریمون رفیق شدیم و کلی بازی کردیم. واسه که خودش بیفته من نیفتم. بچه‌ها سامی میخواد عکس واسه مامانش بفرسته بگه اینا بذارم. نه اینا که ساعت 6:30 صبح بالاخره رسیدیم. بعد از اینکه آماده شدیم رفتیم برای خوردن صبحونه. آلوده است آلوده. بعد از عوض کردن چند خط مترو بالاخره به اولین مقصدمون رسیدیم. رسیدیم به کافه گلستان و بچه‌ها فکر می‌کردن که کافه گلستان خیلی باید کافه باشه. آره همین. اینایی که این پشته همین هست. ورودی کافه گلستان 180,000 تومانی. اگه دانشجو باشین و خیلی زیاد باشین این بها حساب میشه. الان برای ما نفری 82,500 تومان. سلام، اینجا نگاهخانه مخصوص همراه من بیاین تا آثار با هم ببینیم. چون که من ممکن تو یوتیوب هم آدم خارجی هم باشن انگلیسی هم صحبت میکنم. Let's go guys! وسیله جهت خاراندن خوش. بخش اصلی کاخه. وقتی میرید داخل باید روپوش بپوشید. واقعا؟ بله. و اینکه وقتی میرید بالا 6-7 بیشتر از 6-7 تا پله هست. بالاترش رو خودم هم نرفتم. سلام. اینجا خیلی پله‌های سختی داره اما خیلی باشکوهه. حتما اگه اومدید تهران کافه گلستان جزو اولویت‌های سفرتونه. چشم.
وصله ناجور بشم. اینه قسم. بچه ها برین کنار ما وایسین و بگین ما. دارم میام. اینو مریم یه دونه ویدیو میگیری از ما؟ دستم حاجی خواست. بذارتون برو بدو. یه تکونی بدین بخوام. ناهار خوردیم و بدو رفتیم به سمت موزه هنرهای معاصر. در مجموعه چشم در چشم شاهد گنجینه‌ای از پرشه‌های هنر مدرن و معاصر ایران و جهان هستیم. از هنرمندانی مثل ادوارد منش، ون گوگ، جاکومنتی و اندی وارهول. علاوه بر آثار نقاشی، معماری مجموعه که اثری از کامران دیباست، با ارزش بودن مجموعه رو دوچندان میکنه. و اما رسیدیم به هدف اصلی سفر، اون چیزی که به خاطرش از یزد همگی با هم به سمت تهران حرکت کرده بودیم. نگارخانه لاله. دیدن کانگوروها بین بقیه آثار لذت بخش بود، اما از اون بهتر تبادل آثار چاپ دستی بین هنرمندا بود. اینجوری میتونستی با کلی هنرمند دیگه آشنا بشی و همچنین یه اثرم از هر کدوم پیش خودت داشته باشی. بعد از اون یه سر به موزه فرش زدیم و متوجه شدم که موزه گردی از تفریح‌های مورد علاقمه. بعد از قدم زدن‌های شبونه با مترو به سمت ترمینال حرکت کردیم. همینجا تصاویر ما به پایان میرسه. خوبی یه سفر یه روزه اینه که قدر لحظه به لحظه‌ش رو میدونی. رندوم ترین جمع‌ها و لحظه‌ها رو تجربه می‌کنی و در نهایت یه خاطره خیلی خوب توی ذهنت باقی میمونه. پایان.